أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب تحریم النیاحة علی المیت، یعنی باب در مسئله حرام بودن نوحه خوانی کردن بر بالای مرده و لطم الخد، و همچنین این باب در مسئله حرام بودن لطم کردن، یعنی که رخساره را زدن یا به سر و رو زدن. کسی که غم دیده می شود، یک نزدیکش از دنیا که می رود، رویش را می کند و در رویش می زند، این همچنین حرام و ناجایز می باشد. و شق الجیبی، و همچنین این باب در مسئله چاک کردن گریبان هست. بعضی ها وقتی که یک نزدیکش از دنیا که می رود، لباساشون می درانند، لباساشون چاک می کنند، لباساشون پاره می کنند، این هم حرام و ناجایز می باشد. و نتف الشعری، و همچنین این باب در مسئله حرام بودن کندن موی هست. بعضی هستند که وقتی که نزدیکشون از دنیا که می رود، موی سرهاشون می کنند، این هم حرام می باشد. و حلقه، یا تراشیدن موی سر هم همچنین حرام و ناجایز است. کسی که وقتی که یک نزدیکش از دنیا می رود، اون موی سرش بکند، موی سرش بتراشد، مخصوص برای اعزاداری، این حرام و ناجایز هست. و الدعاء بالویل و الثبور، و همچنین این باب در مسئله دعا کردن با ویل هست، یعنی که حرام است که انسان دعای با ویل بکند. یعنی انسان واویلا گفته، واویلا سر بدهد، این هم من می باشد. و ثبور، یعنی همچنین انسان دعای به هلاکت بکند، برای هلاک شدن. بعضی هستند که وقتی که یک نزدیکشون از دنیا که می رود، پس اونها دعای ویل میکنند، دعای مرگ برای خودشون میخواهند، میگن که ای کاش الله ما رو میکشتی و فلانی رو نمیکشتی، یا این طور دعاهای بد در حق خودشون میکنند. این هم شریعت منع میکند، این هم حرام و ناجایز میباشد. پس این هست این بابی طولانی. امام نووی رحمه الله در زیر این بابی طولانی چندین حدیث را برای ما و شما تقدیم و پیشنهاد میگرداند. اولین حدیثی که امام نووی رحمه الله در زیر این باب میارد، حدیث 1656 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1656 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال، یعنی از عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت است که گفت: قال النبی صلی الله علیه و سلم، حضرت عمر میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که المیت یعذب فی قبره بما نیح علیه، یعنی که مرده شکنجه کرده می شود، عذاب کرده می شود در قبرش، بما نیح علیه، یعنی به سبب نوحه خوانی که برای مرده می شود. و کسی که برای مرده اش نوحه خوانی می کند، پس آن مرده عذاب می شود به سبب نوحه خوانی باقی مانده اشان. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث ما و شما را آگاه کرد که به سبب نوحه خوانیتان، به سبب اعضاگیری مخالف شرعیتان، آن مردهتان عذاب می بیند، آن مردهتان عذاب کرده می شود. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمدگی است که ما نیح علیه، یعنی تا زمانی که بر اون مرده نوحه خوانی می شود، یعنی یک روز، دو روز، یک هفته، یک ماه، یک سال، چند قدر این نوحه خوانی، این ناله و گریه و فریاد طولانی تر کشد، اون مرده همان قدر زیادتر عذاب
میبیند. این حدیث متفق علیه میباشد. پس این بود اولین حدیثی این باب. پس گریه کردن بر مرده دو نمود می شود، دو نوع هست. نوع اولش گریه کردن طبیعی. گریه کردن طبیعی باکی ندارد. انسان می تواند که گریه طبیعی بکند. گریه طبیعی کردن که وقتی که یک نزدیکت از دنیا که می رود آبی چشمانت جاری می شود، غمگین می شوی، این باکی ندارد، زیرا که دل هست، رحم دارد، نزدیکت رو از دست دادگی هستی، پس این حالت در دوچار میشوی. این را میگن گریه طبیعی. این باکی ندارد. این درست است. چی داره که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که پیسرش ابراهیم از دنیا که رفت، تقریبا 1.5 ساله بود یا 1 ساله و 4 ماهه، وقتی که از دنیا که رفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم از چشمانش جاری شد آب، از چشمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشک جاری شد. پس پرسیده شد رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره اشک، رسول الله گفتن که ان العین تدمع، گفتن هر آینه چشم اشک جاری میکند. وقتی که نزدیکت از دستت میرود، از چشمانت اشک جاری میشود. و القلب یحزن، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که دل غمگین میشود. وقتی نزدیکت از دست میدهی دلت غمگین میشود. این طبیعی هست. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، رسول الله میگوید که ما چیزی نمیگوییم بجز آن سخنانی که راضی میگرداند پروردگارمون را. یعنی سخنی که پروردگار را راضی میگرداند، گفت ما انا همون سخنها را میگوییم. و این بفراقک یا ابراهیم لمحزونون، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ما با جدا شوی تو ای ابراهیم بسیار غمگین هستیم، بسیار غمالود هستیم، بسیار در غم هستیم ای ابراهیم. ابراهیم که پیسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که در 1 ساله و 4 ماهگی از دنیا گذشتن. پس این گریه را میگویند گریه طبیعی. این نوع گریه کردن باکی ندارد، اراده ندارد. این نشانه نارادگی از تقدیر الهی نیست، زیرا اینکه طبیعت انسان چنین اقتضا میکند، طبیعت انسان چنین طلب میکند. پس این گریه طبیعی هست، این را شریعت منع نمیکند. اما دویم نمود گریه کردنی که با نوحه‌خوانی باشد، با زاری و با فریاد و بالای مرده فیغان کردن باشد، پس این نمود گریه کردن حرام است. این نمود گریه کردن ناجایز است، انسان را از ثواب اون مصیبت محروم میگرداند. وقتی که انسان در مصیبت گرفتار میشوند، وقتی که سخنان صابران را میگوید انسان در حالت مصیبت گرفتار شدن، چطوری که الله در سوره بقره آیت 155 و 156 میگوید و بشیر الصابرین، الله میگوید بشارت بدهید انسان های صبر کننده را. الذين اذا اصابتهم مصیبه، یعنی آن کسانی که وقتی که بالاشان مصیبت می آید، وزمینی می آید، نزدیکش را از دست می دهند، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، پس میگویند که ما همه بندگان الله هستیم و به سوی الله بازگردنده هستیم و به سوی الله باز میگردیم، دیگه جای فرار نداریم. عاقبت ما بازگشتن به سوی الله جل جلاله می باشد. ام سلمه رضی الله عنها میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی که به مصیبت، انسانی که مصیبت به اون گرفتار شد، بگوید که انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما همه بندگان الله هستیم، ما مال الله هستیم و به سوی الله بازگردنده هستیم. اللهم اجرنی فی مصیبتی، یعنی که انسان وقتی در مصیبت گرفتار می شود، پس این سخن را باید بگوید که اللهم اجرنی فی مصیبتی، یعنی ای بار الها در این مصیبتم برای من اجر و پاداش بده، و اخلف لی خیرا منها، و جایگزینی بهتر از آن برای من نصیب بگردان. پس این هست دعای مصیبت. این هست که انسان وقتی که در مصیبت گرفتار می شود باید این دعا را بکند که انا لله و انا الیه راجعون،
اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها. این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که سلمه رضی الله عنها این حدیث را روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد دادن، تعلیم دادن که این طور دعا کرده شود. پس این هست تقسیماتی گریه کردن برای مرده. یعنی که تقسیم اولش که گریه کردن طبیعی هست که از چشم انسان اشک جاری می شود و دلش غمگین می شود، این با که ندارد، در این انسان گناهگار نمی شود. اما فریاد کردن و داد زدن و رو کندن و لباس دراندن و فیغان کردن، این حرام است، این ناجایز و نادرست می باشد. پس این بود اولین حدیثی در زیر باب نوحه خوانی کردن بر بالای مرده حرام می باشد. بعد از این امام نووی رحمه الله دومین حدیث را می آورد در زیر این باب که حدیث 1657 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1657 کتاب ریاض الصالحینش می گوید و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لیس منا من ضرب الخدود. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید از ما نیست هر کسی که در هنگام مصیبت ضرب الخدود، یعنی بر رویش بزند، هر کسی که در رویش میزند و رویش را میکند، پس میگوید که اون از ما نیست، یعنی از جمله مسلمانان نیست. و شق الجیوب، رسول الله میگوید از ما نیست هر کسی که چاک میکند گریبانش را، لباسش را میدراند، گویا که خیلی غمش را با این برآورد لباسش را میدراند. رسول الله میگه این انسان هم از ما نیست. و دعا بدعوى الجاهلیتی، همچنین میگه از ما نیست آن کسی که سخنهای جاهلیت را به زبانش بیارد، دعای آن سخنان جاهلیت بکند. سخنان جاهلیت چی بود؟ سخنان جاهلیت یعنی فریاد کردن که الله دیگر کس را نیافته که این خیش تبار ما را بردی، الله دیگر کس نبود، یا الله حال این جوان بود، این جوان مرگ شد و حال وقتی مردنش نیست. این سخنها را گفتن این از زمان جاهلیت است. نباید انسان سخنهای جاهلیت را به زبان بیارد. وقتی که انسان به مصیبت گرفتار می شود باید همون دعای را بکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما آگاهی دادند که بگوید که انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها. خب این بود دومین حدیث در زیر این باب که این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1657 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1658 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید و عن ابی برده قال، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1658 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از ابی برده رضی الله عنه روایت است که گفت وجع ابو موسی، میگه بیمار شد ابو موسی رضی الله عنه، فغشی علیه، پس در حالت بیماریش میگه بیهوش شد، از هوش رفت. و رأسه فی حجر امرأة من اهله، میگه در حالی که سری ابو موسی در دامن زن از افراد خانواده اش بود. زن از خانواده اش نشسته بود که ابو موسی رضی الله عنه میگه سرش را در دامن آن زن گذاشتگی بود. فاقبلت تصیح برنت، پس میگه شروع کرد آن زن شروع کرد تصیح برنت، شروع کرد میگه با داد و فریاد کردن، داد و فریاد و ناله و گریه را میگه شروع کرد آن زن. فلم یستطع ان یرد علیها شیئا، پس نتوانست میگه ابو موسی
اعتراض بیان بکند بر اون زن چیزی، نتوانید که اعتراض بیان کند که ای زن این کار رو نکن، زیرا که یاد داشت که زن فریاد کرده ایستاده است اما از هوش رفته ایستاده بود، نمیتوانست که گپ زند. فلما افاق، پس میگه زمانی که به یاد آمد، ابو موسی میگه به یاد آمد، قاله، پس میگه ابو موسی گفت که انا بریء ممن بریء منه رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابو موسی میگه گفت که من بیزار هستم از آن کسی که بیزاری کرده است از وی رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی از آن کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیزاری کردگی هست، من از آن کس بیزار هستم. میگه این رسول الله صلی الله علیه و سلم بریء من الصالقه والحالقه والشاقه. میگه هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم بیزاری جستگی است، اظهاری بیزاری کردگی هست، من الصالقه، از صالقه. صالقه کی است؟ در زیر امام نووی میگوید که الصالقه التي ترفع صوتها بالنیاحه و الندبی، یعنی صالقه زنی رو میگویند که آوازش رو بلند میکند با نوحه خوانی و با داد و فریاد کردن، با سخن، با کارهای خوب. ندب یعنی کارهای خوبی اون مرده را به یاد آورده داد و فریاد و آوازش بلند میکنن، انامین را میگوین صالقه. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم اظهاری بیزاری کردگی هست از زنهایی که این صفت را دارند که در بالای مرده داد و فریاد میزنند و نوحه خوانی میکنند. والحالقه، دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم از زنهای حالقه بیزاری جست، اظهار بیزاری کرد. حالقه کی است؟ در زیر امام نووی رحمه الله میگوید که والحالقه، یعنی حالقه التي تحلق رأسها عند المصیبه، یعنی همان زنی که میکند موی سرش را در وقت مصیبت. وقتی که مصیبت بالاش میآید، یک نزدیکش را از دست که داده است، موی سرش را میکند، انامین را میگویند حالقه. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این طور زنها هم اظهار بیزاری کردگی هست. و شاقتی، و سومین گروهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون بیزاری جستگی است، شاقه هست. شاقه کی است؟ در زیر امام نووی میگوید که و شاقتو، یعنی شاقه التي تشق ثوبها، یعنی همون زنی که گریبانش را پاره میکند، آن زنی که لباسش را میدراند، همون زن را میگویند شاقه. وقتی مصیبت بالاش آمد گریبانش را پاره میکند. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم از این طور زنها بیزاری جستگی است. رسول الله صلی الله علیه وسلم از این زنها اظهاری بیزاری کردگی هست. متفق علیه، که این حدیث متفق علیه می باشد. پس ابو موسی رضی الله عنه فرمودن به طرف اون زن از افراد خانوادهش، زن از زنهای خانوادهش که من بیزار هستم از زنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون زن بیزاری جستگی هست، یا من بیزار هستم از کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن کس بیزاری جستگی هست. پس این بود حدیث 1658 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1659 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید و عن المغیرة ابن شعبة رضی الله عنه قال، یعنی که از مغیره ابن شعبه رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1659 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از مغیره ابن شعبه رضی الله عنه روایت است که گفت شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگوید من نیح علیه، یعنی هر کسی که نوحه خوانی شود بر بالایش، یعنی هر مرده را که در بالایش نوحه خوانی بکنند، داد و فریاد و گریه بکنند، فانه یعذب بما نیح علیه یوم القیامت، پس هر آینه میگه اون مرده
عذاب داده می شود، شکنجه کرده می شود به سبب آن گریه که به بالایش شد، در روز قیامت این انسان رو، این مرده را الله جل جلاله عذابش میکرده است، شکنجهش میکرده است. پس ببینید که بر بالای مرده گریه کردن به فایده مرده نیست، بلکه به ضرر مرده می باشد که سبب عذاب آن مرده میگردد. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1659 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1660 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید: و عن ام عطیه نسیبه بضم النون و فتحها، نسیبه یا نسیبه رضی الله عنها قالت، می گوید که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1660 کتاب ریاض الصالحینش می گوید از ام عطیه، نامش نسیبه یا نسیبه رضی الله عنه می باشد که گفت: اخذ علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم عند البیعة الا ننوح. میگوید که اخذ علینا یعنی پیمان بست، عهد بست پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میگه با ما عند البیعة در هنگام بیعت کردن، الا ننوح یعنی که ما نباید هنگام مصیبت ناله بکنیم. ناله کردن در هنگام مصیبت، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را گفت منع کنید خودتون را، ناله در وقت مصیبت نکنید. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقت بیعت کردن این شرط را، این عهد را از ما گرفت. این حدیث متفق علیه می باشد. خب این بود حدیث 1660 کتاب ریاض الصالحین که این حدیث هم دلالت میکند به حرام بودن ناله کردن در وقتی بالای انسان مصیبت می آید. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1661 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید: و عن النعمان ابن بشیر رضی الله عنهما قال، یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1661 ریاض در زیر حدیث 1661 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما روایت است که گفت: اغمی علی عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه، میگه بیهوش شد عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه، فجعلت اخته تبکی، پس میگه شروع کرد خواهرش به گریه کردن. خواهر عبدالله ابن رواحه میگه گریه کردن شروع کرد. و تقولو، پس میگه خواهرش میگفت: و جبلاه یعنی ای دریغا، و جبلاه یعنی ای دریغا، برادرم را که مثل کوه بود در پشتم اون را از دست دادم. یا وا جبلاه یعنی وای کوهم، که این را در زبان در مردم تاجیک خودمون هم بسیار شنیده می شود. ای ستومی خانه امو، ای نمیدانم فلان و فلان گفته مرده را صفت میکنند، سخناش گفته داد و فریاد و ناله میکنند. به مثل همون میگه خواهر عبدالله ابن رواحه هم سخنگوی را شروع کرد که وا جبلاه یعنی ای وای کوهم، این همون تاجیکی خودمون قطعی که ای ستومی خاندانم، وا کذا خلاصه شروع کرد وای فلانی و ای وای فلانی گفته برادرش را صفت کردن را شروع کرد. میگه تعدد علیه یعنی برمی شمرید چندین وصفهای اون مرده را، چندین صفتاش می گفت: خاندانمو نگاه کنم، خبرگیره کنم، نمیدونم از حالم با خبر، و چطوری که زنهای تاجیک هم این سخنها را زیاد استفاده میبرند در حالت مصیبت. پس میگه این طور سخنها را گفت. میگه فقال حین افاق، پس میگه زمان بعد عبدالله ابن رواحه میگه افاق، به یاد آمد، به هوش آمد، ما قلتی شیئا الا قیل لی، پس میگه گفت به طرف خواهرش که نگفتی سخن مگر اینکه برای من گفته میشد. یعنی هر چیزی که میگفتی تو، میگه من را میگفتن انت کذالی، تو واقعا این گونه بودی.
یعنی هر چیزی که مرده را میگوید، پس مرده را میپرسد که ای مرده، ای میت، آیا واقعا تو همین طور بودی؟ یعنی مرده پرسیده میشود. این پرسیدن خودش عذاب است، این پرسیدن خودش شکنجه است. پس هر چیزی که مرده را میگوید، پس مرده را میپرسن که آیا واقعا تو همین طور بودی؟ پس این خودش عذاب است. پس عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه میگه خواهرش را گفت هر چیزی که مرا گفتی من از اون پرسیده شدم. الله اکبر. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس زنها باید بسیار متوجه باشند، مخصوص مادران بسیار متوجه باشند که فرزندانشان را یا شوهرهایشان را یا برادرهایشان را در عذاب و شکنجه نمانند که در بالای مردهشان داد و فریاد و نوحه‌خوانی نکنند، زیرا که این حرام و ناجایز و نادرست، حتی سببی عذاب شدن اون مرده اتان میگردد این کارهای کرده اتان. پس این بود حدیث 1661 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1662 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت اشتکى سعد بن عباده رضی الله عنه شکوى. میگوید که اشتکى یعنی که گرفتار شد، میگه سعد ابن عباده رضی الله عنه شکوا و بیماریه، یعنی که سعد ابن عباده با بیماری گرفتار شد. فاتاه رسول الله صلی الله علیه و سلم یعوده مع عبد الرحمن ابن عوف. پس میگه آمد نزدی سعد ابن عباده رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه یعوده برای عیادتش، برای خبرگیریش آمد. وقتی بیمار کشیده بود میگه رسول الله خبرگیریش آمد. همراه رسول الله میگه عبدالرحمن ابن عوف بود و سعد ابن ابی وقاص بود و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهم بود. این بزرگواران همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم به زیارت سعد ابن عباده آمدند. فلما دخل علیه، پس زمانی که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدی سعد ابن عباده در آمد، وجده فی غشیت فقاله، پس میگه دید سعد ابن عباده را در حالت بیهوشی، وجده فی غشیت یعنی در حالی که بیهوش بود، از یاد رفتگی بود. پس در این حالت میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم سعد ابن عباده را دید. فقاله، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که اقضا یعنی که تمام کرده است. رسول الله گفتن یعنی سعد ابن عباده تمام کرده است. قالوا یا رسول الله، پس گفتن ای رسول الله. فبکى رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گریه کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخن را گفتن وقتی که اصحاب اون، خاندان اون سعد ابن عباده گفتن یا رسول الله، یعنی که آیا درست است که تمام کرده است، یعنی که وفات میکند، یعنی که در حالت سکرات مرگ است. فبکى رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گریه کردند. فلما رأى القوم بكاء النبي صلی الله علیه و سلم بکوا، پس زمانی که میگه دیدن اون قوم، اون کسانی که با رسول الله بودن، گریه کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را، پس اونها هم میگه گریه کردند. قال الا تسمعون، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که الا تسمعون، آیا نمیشنوین؟ آیا شما نمیشنوین؟ ان الله، گفتن هر آینه الله، لا یعذب بدمع العین، یعنی عذاب نمیکند با اشک چشم ریزاندن. یعنی در بالای مرده گریه کردن فقط با اشک چشم ریزانی باشد، بدون ناراضگی بیان کردن و فریاد و داد و فیغان، یعنی که این سبب عذاب نمی شود. رسول الله گفتن که ان الله، هر آینه گفتن الله تبارک و تعالی لا یعذب بدمع العین، یعنی لا یعذب عذاب نمی کند به سبب اشک ریزانی، ولا یحزن ولا بحزن القلب، و همچنین الله تبارک و تعالی عذاب نمی کند بنده اش را
با غم و اندوه قلبیش، قلبش یعنی ناراحت می شود، غمگین می شود، به سبب این الله جل جلاله بنده اش را عذاب نمی کند، ولکن یعذب بهذا. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن که ولیکن عذاب می کند، گفتن به این گفته رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره کردن و اشار الی لسانه، میگه به زبانش اشاره کردن. یعنی وقتی که یک مصیبت در گرفتار میشوی زبان تا بگیر، زنک تا بگیر و گریه کردن تو گناهگار نمیشوی، مرده در عذاب نمیماند. یا با غمگین شدن تو عذاب نمیبینی در روز قیامت و اون میتت همچنین عذاب نمیبیند، فقط زنوک تا بگیر. رسول الله گفتن و اشار الی لسان، زبانش را اشاره کردن، گفتن که ولکن یعذب بهذا، این زبان است که عذاب بالای انسان میارد. او یرحمو، یا گفت رحم میکند یا رحم میارد بالای انسان. این زبان هست. اگر میخواهی که مردت خوب راحت کند بعد از مردن، در بالاش گریه نکن، ناله و فریاد نزن تا اینکه او را سبب عذاب و شکنجهش نشوی. این حدیث متفق علیه می باشد. پس این حدیث صریح و آشکار و روشن بیان کرد که از چشم انسان بدون ناله و فریاد اشک جاری شود برای یک نزدیکش را از دست دادن و قلبش غمگین شود، سبب عذاب شدن نه خود این انسان می شود، نه سبب عذاب شدن اون میت. پس این حدیث به این با صراحتاً دلالت می کند. پس این بود حدیث 1662 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1663 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید و عن ابی مالک الاشعری رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو مالک اشعری رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که النائحة اذا لم تتب قبل موتها، یعنی زنی نوحه خوان، یعنی زنهایی که در بالای مرده ها نوحه خوانی میکنن، در بالای مرده های خودشان یا هر مرده که نوحه خوانی میکنن، پس میگه همین زنی نوحه خوان اذا لم تتب قبل موتها، پیش از مردنش اگر توبه نکند برای این معصیت و گناهی که انجام داده است، تقام یوم القیامتی، یعنی میگه برخزانده می شود، برانگیخته می شود، زنده گردانده می شود در روز قیامت و علیها سربال من قطران. پس میگه در حالی که در بالای این زن شلوری هست از قطران، از یک ماده بدبو هست اون شلور، اون لباس. یعنی این زن وقتی میگه از جایش میخیزد، پس بالای این زن میگه یک لباس دارد، از اون لباسش از قطران است، یعنی که از یک ماده بدبو هست. یا بعضی میگن قطران یعنی کیرمالود است، اون لباسش پر از کیرم است، پر از کیر می باشد. پس با آن همون لباسی پر از کرم و پر از بوی و لباسی بدقتی میگه همین زنی نوحه خوان در روز قیامت از جایش میخیزد. و درع من جربین، و همچنین میگه پیراهن جامعه دارد که از جرب هست، یعنی که جامعه خشین دارد، جامعه آهنین دارد و یک جامعه خراشنده و عذاب دهنده دارد و یک جامعه آزار دهنده دارد که او را عذاب داده ایستاده است. پس ببینید که وقتی لباس را میپوشید در داخلش اگر یک ذره چوبچه باشد یا یک خار باشد شما را چقدر ناراحت میکند. وقتی این انسان این زنی نوحه خوان بمیرد در روز قیامت، لباس دارد که پر از همون خارهای آهنین می باشد، لباسی سخت است، آهنین است، این زن رو عذاب می دهد در بدنش. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس این حدیث واضح و روشن بیان می کند که زنهایی که نوحه خوان هستند به توبه بمیرند، این عذاب ها در روز قیامت انتظار اون زن هست
اما زنهایی که تا به امروز نوحه‌خوانی کردند نمیدانستند، اکنون فهمیدند که نوحه‌خوانی حرام و ناجایز بوده است، توبه بکنند و بازگردند، الله جل جلاله غفور و رحیم است، اون بندش میبخشد. پس این بود حدیث 1663 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1664 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن اسید ابن ابی اسید التابعی عن امرأة من المبایعات قالت، میگوید که از اسید ابن ابی اسید تابعی رضی الله عنه از این شخصیت روایت است، عن امرأة از زنی که من المبایعات، یعنی که از اون زنهایی بود که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردگی بودند. این زن میگه از همون زنها بود. میگه همون زن گفت که کان فیما اخذ علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم فی المعروف الذي اخذ علینا الا نعصیه فیه. میگه کان فیما اخذ علینا، یعنی از جمله آن بیعتی که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه با ما بسته بود، با ما عهد و پیمان بسته بود، فی المعروفی، یعنی در کارهای پسندیده و نیک بود، الذی اخذ علینا، همون کارهایی که میگه با ما بیعت کردگی بود، همون کارهای نیکی را که بیعت کردگی بود که ای زنها شما همون کارهای نیک رو باید انجام بدهید، الا نعصیه فیه، نباید نافرمان برداری رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنیم، الا نغمش وجها، و نباید که رویهایمان رو بخراشیم، ولا ندعو ویلا، و دعای ویل برایمان نکنیم، ولا نشق جیبا، و نباید گریبان پاره بکنیم، و الا ننشر شعرا، و نباید پراکنده بکنیم موی سرهایمون رو، یعنی موی سرها رو بغوجیم و موی سرها رو بکنیم. پس نباید این کارها رو بکنیم. پس این زنی که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم با زنها وقتی بیعت کرده بودن با رسول الله صلی الله علیه و سلم، این صفت ها در بیعت کردن که یکم نباید نافرمان برداری رسول الله کنن، سرکشی از حکم رسول الله بکنن، یکم، و دوم نباید که رویهایشان را بخراشند، و نباید که دعای ویل برای خودشان بکنن. وقتی که یک کسشان نزدیکشان از دست میرود، در مصیبت گرفتار میشود، واویلا و دعای بد بکنن، و نباید که گریبانهایشان را پاره بکنن، و نباید که موی سرهایشان را پراکنده بکنند و موی سرهایشان را بکشند و بکنند، نباید این کارها را بکند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در ان همین مسئله بیعت کرده بود با زنها. رواه ابو داوود به اسناد حسن، این حدیث را ابو داوود با سند حسن روایت کردگی هست. پس این بود حدیث 1664 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1665 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن ابی موسی رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو موسی رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ما من میت یموت، یعنی هیچ مرده نیست که بمیرد، فیقوم باکیهم، پس نوحه خوانهایشان وقتی که نوحه خوانی میکنند، فیقولو، پس اون نوحه خواننده در بالای مرده میگوید که وا جبلاه، یعنی وای کوهم، وا سیداه، یعنی میگوید وای آقایم یا اکیم یا شوهرم یا وای پیسرم، گفته این طور میگه نوحه خوانی میکند، او نحو ذالک، یا به مانند همین سخنهای را در بالای مرده نوحه خوانی میکنند، الا وکل به ملکن، الا وکل به ملکانی یلحظانه، مگر اینکه میگه موظف
میگرداند یا موظف گردانده میشود، بیهی ملکان، بر اون مرده میگه دو ملائکه، یلحظانهی، یعنی به مشت بر روی به سینه اون مرده میزند، به مشت به مرده در روی اون مرده در سینه اون مرده میگه میزند. اها کذا کنتا، پس اون مرده رو میگه آیا همین طور بودی تو؟ ببینید وقتی که در بالای مرده داد و فیغان میکنی که وای کوهم، وای ستومی خانه هم، وای خبرگیرکم، فلان و فلان گفته داد و فریاد میکنی، هر دفعه که تو فریاد میکنی در روی مرده زده میشود، در کنده سینه مرده زده میشود که اکنت هکذا، اهکذا کنت، این آیا تو همین طور بودی؟ ببین این عذاب میشود، شکنجه میشود. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و قال حدیث حسن، و امام ترمذی گفته است که این حدیثی حسن می باشد. بعد از این میگوید که امام نووی رحمه الله میگوید که اللحظ، کلمه لحظه معناش یعنی که یلحظانهی، گفتیم با مشت بر رویش با سینه‌اش میزند، معناش میگه الدفع بجمع الید فی صدری، میگه زدن با جمع کردن دستان در بالای سینه میباشد. یعنی چی؟ مشت کرده میزند. ملائکه ها دو ملائکه مشتا را قوی میکنند و بر بالای سینه یعنی مرده میزنند. والغرض، میگه مقصد از این التحذیر من نوح اهل الجاهلیتی، یعنی برحذر داشتن از اون ناله و نوحه‌خوانی و گریه کردن زمان جاهلیت است. نباید انسان مسلمان به مثل زمان جاهلیت اون طور نوحه‌خوانی کند که ای ستون خانم و نمیدونم خبرگیره کمو، نباید این طور سخنها را بالای مرده براند. پس این بود حدیث 1665 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله آخرین حدیث این باب، یعنی حدیث حرام بودن نوحه‌خوانی کردن بر بالای مرده را میارد که حدیث 1666 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1666 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که اثنتان فی الناس هما بهم کفر، رسول الله گفتند دو خصلتی که در بین مردم وجود دارد، هما بهم کفر، یعنی هر دوی اونها از خصلت‌های کفر است و از خصلت‌های زمان جاهلیت هست. یا اثنتان فی الناس هما بهم کفر، یعنی دو خصلت در بین مردم وجود دارد که آن دو خصلت از خصلت‌های کافرها هست. اون دو خصلت چی است که از خصلت کافران می باشد؟ الطعن فی النسب، یکم طعن زدن در نسب است. یک انسان نسبش را طعن میزنی، این خصلت کافرها هست. دویمش و نیاحت علی المیت، یعنی که نوحه‌خوانی کردن بر بالای مرده، بر بالای مرده نوحه‌خوانی کردن همچنین از خصلت‌های کافرها می باشد. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم در این حدیث بیان کرده که دو چیز از علامت و یا از خصلت‌ها و از کارهای کافرها و جاهلیت ماندگی هست. یکم طعن زدن در نسب، یعنی اگه انسان میگه تو را پدرت هیچ کس نبود، تو را اولادت هیچ کس نیست، شما اولادی ناخوب هستید و شما اولادی ناباب هستید و شما اولادی نادرست هستید، گفته این طور طعن در اولاد اون انسان، در نسب اون انسان میزنی، این از زمان جاهلیت ماندگی هست، این جایز و درست نمی باشد. یا انسانی که در بالای مرده فریاد و نوحه‌خوانی میکند، این هم از زمان جاهلیت مانده است. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس با همین بابی حرام بودن نوحه‌خوانی بر بالای مرده به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب النهی عن اتیان الکهان والمنجمین والعراف و اصحاب الرمل
والطوارق بالحصى و بالشعیر و نحو ذلك. یعنی باب نومون در مسئله منع بودنی از رفتن نزد کاهنان هست، ساحران و غیبگوی ها، و المنجمین یا ستاره شناسان، و العراف یا فالبین ها، و اصحاب رملی یعنی که اون رمالانه که با رمل گویا که چیزی را میفهمن، و طوارقی بالحصا و بالشعیر و نحو ذلك، یعنی اونهایی که با ریگ و با جو و با امثال این گویا که چیزی را میفهمن. پس نزد این طور انسان ها رفتن در اسلام منع است، اسلام منع میکند، نباید نزد اینها رفته شود. پس این باب نو هست. این باب نو را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را با پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.